در کلیسای ولادیمیر مقدس در شهر کیف اعضای کلیسای ارتدوکسی اوکراین در هزارمین سالگرد درگذشت شاهزاده ولادیمیر بزرگ در مراسم در حق او دعا کردند. در این مراسم پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین، همسرش مارینا و اعضای پارلمان اوکراین شرکت کردند. شاهزاده ولادیمیر بزرگ که در میانه‌های عصر 10 به دنیا آمده است، روس کیف را که مردمش بت پرست بود به مسیحی تبدیل داد. وزارت امور داخلی پاکستان و دادگاه شهری اسلام آباد امر دادند یک محله کاهگلی در این شهر ویران کرده شود، زیرا در آنجا تندروان اسلامی پناه می بردند. با گفته ساکنان محله به آنها امر دادند که در ظرف 2 روز خانه هایشان را ترک کنند. در این محله 12,000 نفر و اساساً پناهندگان افغان و بیجا شدگان پاکستانی از مناطق ناامن به مثل وزیرستان شمالی سکونت دارند. با گفته این ساکنان اکثرشان به فروختن میوه و سبزیجات مشغولند و مقامات خانه هایشان را جستجو کردند و چیزی نیافتند. در شهر کابل تیم ملی کریکت افغانستان را که به دور دیگر مسابقه جهانی کریکت راه یافت با گلدسته و رقص و بازی پیشواز گرفتند. تیم ملی افغانستان در بازی‌های انتخابی در ایرلند و شاتلند به مرحله اساسی بازی‌ها که قرار است سال 2016 برگزار شود راه یافت. کریکت در افغانستان بازی بسیار محبوب است و سال گذشته تیم ملی این کشور بار اول جام جهانی کریکت را به دست آورد.